یوهو مامان. چه خبره؟ اوه سلام جسیکا، چطوری خانم خوشگله؟ کارتو بکن. خوبی مامان؟ من از شرکت مرخصی گرفتم چون گفتم برای خونمون مشکل به وجود اومده و تعمیرات داخلی داریم. همه چیز خوب پیش میره؟ ببین این یه روی شباهتی به روباه نداره و بیشتر مثل لاک پشت میمونه. با این راهی که پیش گرفته همه خونمون خراب میشه. جدی؟ خانم آلیسیا معذرت میخوام ولی من پول بیشتری احتیاج دارم. چی؟ ولی من امروز صبح بهت پول دادم که وسایل مورد نیازتو بخری. نه 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 نه. ولی من فکر نمی‌کردم آسیب به این شدت باشه. تصور کنین که من باید همه دیوارا رو دوباره درست کنم. باید لوله بزرگتری بگیرم که جایگزین کوچکترا کنم. در ضمن باید 4 قوطی بزرگ وسایل اولیه ساختمون بگیرم و 4 تا شمع برقی بگیرم. 4 قوطی هم رنگ که باهاش بشه همه حموم به طور کامل رنگ کنم و درست به حالت اولش برگردونم. واسه اتاقا و آشپزخونم کلی وسایل و لوازم دیگه بگیرم چون خسارتی که به وجود اومده زیاده و به همین خاطر شما باید پول بیشتری پرداخت کنید خانم آلیسیا. اینو که میدونید. پس یعنی میخوای بگی تو از من سوء استفاده نمی‌کنی و برای ماجرایی که میدونی نمیخوای حق و سکوت بگیری، درسته؟ این چه حرفیه میزنین خانم آلیسیا؟ ما ناسلامتی همسایه ایم. شما اصلا نگران نباشید، همه چی درست مثل روز اولش میشه. امیدوارم چون من دیگه نمیتونم اینجوری بدون آب ادامه بدم و بدون دوش همون بگیرم. آره راست میگه. ببین خوشتیپ من رفتم دوش گرفتم و آب خیلی سرد بود و همه تنم مورمور شده. آقا چرا مورمور؟ ببینم کمکی از دست من برمیاد. مرتی پرو برو به کارت برس. ببین مامان به من چی میگه، چرا هیچی بهش نمیگی؟ زود باش برو به کارت برس. لیست وسایل مورد احتیاجم. برو آشغال. باشه حتما. قربان ببینم جریان چی شد؟ از هر دو طرف رونده شدید؟ موریسیو خواهش میکنم تیکهاتو برای خودت نگهدار باشه. بله قربان، شما فکر میکنید که این موضوع به من ربطی نداره ولی خیلی هم داره. راست میگی؟ خب بگو ببینم به تو چه ربطی داره؟ خب چون خودتون گفتین که من فعلا باید تو اون محله منتظر بمونم، از پول مولم که خبری نیست. خب انتظار دارین چیکار کنم؟ باشه خیلی عالیه ولی اینی که داری میگی اصلا به اون موضوع ربطی نداره، فهمیدی؟ تنها کاری که باید بکنی اینه که تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکنی و درو باز کنی. ولی میشه تصمیمتون رو بگیرین که میخواین برین یا بمونین؟ من کلی کار دارم، من که بیکار نیستم که شما بگین موریسیو درو ببند، موریسیو درو باز کن. ببین موریسیو کار تو چیه؟ تو دربونی، اگه کار تو دوست نداری پس استعفا بده. بله قربان. حالا چیکار کنی؟ مامان من یه فکری دارم. چه فکری؟ من بهت میگم ولی باید کمی صبر و تحمل داشته باشی. صبر واسه چی؟ چون میخوام برم خونه اسکار جونم. نه عزیزم این کارو با من نکن. من مادر تو هم و تو هم نمیتونی این کارو با من بکنی. نمیتونی من اینجا تنها بذاری. مامان بس کن، اینقدر پشت سرم حرف نزن. بذار اول من حرفمو تموم کنم باشه؟ خوبه؟ من میرم اونجا یه خورده واسه اسکار لوس بازی در میارم و یه کاری میکنم که بهش خوش بگذره و عاشق من بشه و بعدش شبم همونجا باهاش میخوابم. فرداشم شبو میمونم و دوباره همینو. بعدش یکم لباس میبرم، مسواک، لباس خواب و دیگه پای خودم اونجا محکم میکنم. خوب نقشه مگه نه؟ برای تو آره خوبه ولی برای من اصلا، چون باید توی این خونه بمونم. ببین مامان من حرفم تموم نشده، یه لحظه وقت بده تا بهت بگم بقیه نقشه چیه. وقتی که من موندگار شدم به اسکار میگم که آلیسیا باید بیاد کمکم که آشپزی کنه و یه سری کارهای خونه رو انجام بده و بعدشم خودمو به مریضی میزنم و میگم تو باید بیای کمکم و تو هم میای پیش خودم، نگران نباش. نه عزیزم ببین اینجوری که تو داری میگی من آخرش تنها میمونم. اگه تو بری و منو فراموش کنی چی؟ ببین مامان ما فقط همین یه راهو داریم، فقط همین، وگرنه اسکار میفهمه جریان چیه و همه پتوهامو میریزه رو آب. مامان اوه عزیزم یعنی فکر میکنی جواب میده؟ آره؟ میبینی وقتی موندگار شدم هیچکس نمیتونه منو از آپارتمان بیرون کنه و وقتی زندگی شاهانه‌ای را بندازم. وای. و مامانت چی؟ من گفتم هیچ کس نمیتونه ما رو از آپارتمان و زندگی شاهانه‌ای که داریم بیرون کنه. آره حتما همینجوره. سلام پدر، منم پسرتون. میدونم که یه مدتیه بهتون زنگ نزدم، آخه من تو دردسر بدی افتادم.
بله منم همینطور. من متوجهم که شما و کل خانواده رو تو دردسر زیادی انداختم، ولی ما به سناتور و وزیرم گفتیم که اگه تو این کار سرمایه گذاری بکنن همین مشکلات شاید براشون به وجود بیاد. خب پدر کاره، بعضی مواقع آدم میبازه یا میبره و شما هم که دارین از پولتون سود میگیرین، پس مشکل چیه؟ منم پسرتونم و حق دارم. شما منو از ارث محروم کردید ولی من تنها پسر شما. پدر تلفن رو قطع نکنید، گوشی رو نذارید، منو تو این شرایط تنها نذارید، من جایی برای زندگی ندارم. پدر پدرتون بود قربان؟ معذرت میخوام نیکول، ولی یه کاری پیش اومد مجبور شدم اول اونو انجام بدم. ببینم باز اسکار دست گل به آب داده بود؟ نه این دفعه اسکار نبود، آلفونسو بود. چی شده بود؟ فکرشو بکن، بعد از اینکه زنشو به خاطر تاتا ول کرد. ببینم همون خوشگل لاغره؟ آره، حالا که از پانچو حامله شده اون پیش زن قبلیش برگشته و به تاتا خیانت کرده، یعنی پیش سارا. نمیتونی فکرشو بکنی که چه رسوایی به بار آورده و من مجبور شدم با تاتا برم بیمارستان چون نزدیک بود از زور ناراحتی بچهش بیفته. بیچاره. اوه همه مردا خیانت کارن، اینطور نیست خانم، همشون مثل همن. به جز هنری من که مثل فرشته ها میمونه، خیلی بامزه است. نیکول در مورد مسئله ازدواج خوب فکراتو کردی؟ خب البته خانم، من کاملا مطمئنم. چطور مگه؟ نه من فقط فکر میکنم عجولانه بود، ولی اگه جفتتون فکر میکنید کار درستیه پس عالیه. حالا که حرف عروسی شد یه خواهشی ازتون دارم خانم، چون دیدم شما نیومدید تصمیم گرفتم برم بیرون و یه سری کارا و خریدای عروسی رو انجام بدم. البته اگه کارم داشته باشید نمیرم، اصلا مهم نیست. نه باهات کاری ندارم، تو برو نگرانم نباش. ممنونم خانم. راستی من بعدن چیزای قشنگی رو که گرفتم بهتون نشون میدم. قیافه هنری رو مجسم میکنم وقتی منو تو لباس عروسی میبینه. وای چه احساسی بهش دست میده. فکرشو بکنی. آه نیکول. پس خانم من رفتم. خدافظ. ببخشید چطوری پاتیکا؟ آقای کروانی؟ چه خبره اسکار؟ نه پدرم اینجا نیست ولی الان برمیگرده. پس من میرم تو مغازه منتظرش میشم و یه چیزی میخورم. چرا اینجا منتظر نمیمونی؟ ما میتونیم از فرصت استفاده کنیم و با هم حرف بزنیم. حرف بزنی؟ یا باز دوباره منو واسه یه چیزی دعوا کنی؟ نه چرا این فکر رو میکنی اسکار؟ خب چطوری بهت بگم؟ دوست دارم، خب میخوام در مورد خودمون صحبت کنیم، باشه؟ مطمئن اتفاق دیگه ای نیفتاده؟ آره من که گفتم چی دستگیرم شد. و اون خوبه؟ بله. تو خودت دیدیش که اومد؟ بله تاتیانا آوردش و تو همه چیز بهش کمک کرد، فهمیدی؟ خوبه. پس هیچ اتفاقی برای تاتا نیفتاد؟ نه هیچ اتفاقی برای تاتا نیفتاده. و بچه؟ بچه هم خوبه. سارا انقدر خودتو سرزنش نکن باشه؟ نه سرزنش نمی کنم، فقط احساس بدی دارم. فکر کنم یکم زیاده روی کردم. نه؟ آره من اصلا حواسم به وضعیت تاتا نبود. تو فکر عواقبشو نکردی، اون نزدیک بود بچه‌شو از دست بده. آره ولی منم وقتی فهمیدم اونو پانچو با همن خیلی حالم بد شد. آره خب ولی سارا تو حامله نبودی. نه تو درست میگی، میتونست یه اتفاقی برای بچه بیفته. تاتای بیچاره. آره طفلی. ولی اون شوهرمو ازم دزدید، فهمیدی؟ نه ولی اون حامله است و دوران بدی رو میگذرونه. من باید ازش عذرخواهی کنم. سارا واقعا این کارو میکنی؟ چه کاری؟ عذرخواهی؟ آره باید این کارو بکنم. اینجا چی کار میکنی؟ میدونی چیه؟ ببینم میشه با هم صحبت کنیم؟ نه فکر نکنم نیاز باشه صحبت کنیم. نمیخواستم به تو آسیبی برسه، یعنی نمیخواستم برای خودت و بچت اتفاقی بیفته. معذرت میخوام، متاسفم. سارا ولی اینطور به نظر نمیومد، چون اگه نمیخواستی اتفاقی برام بیفته دوباره نمیرفتی سراغ پانچو. باشه ولی بذار یادت بندازم که تو وقتی پانچو شوهر من بود باهاش رابطه برقرار کردی. خب منم دقیقا همون کاری که تو با من کردی رو باهات کردم. ببین تاتا، چیزی که میخوام بفهمی اینه که من میدونم همه اینا تقصیر پانچو بود و به خاطر همینم ازش متنفرم. آره حتما داری راستشو میگی. اون هیچ وقت آدم نمیشه
و ما دوتا احمقیم که همیشه اونو باور میکنیم، نه؟ آره، ما دوتا احمقیم که هیچ وقت اینو نفهمیدیم. من هنوزم باور نمیکنم که دوتا زن باهوش تونستن تو دام این آدم رذل بیفتن. ازش متنفرم. اون خیلی پس فطرت تاتا و دروغگو اون بی وجدانه و همچنین رذل، خائن پس، عوضی بیشور، بی وفا. سارا عزیزم، من باید با یکی صحبت کنم و میخواستم بهت توضیح بدم که ببین هر کاری من کردم بر علیه اون بوده و نه ضد تو و بچت. قسم میخورم. من میدونم که تو قربانی پانچو هستی. آره، منم میدونم که تو خیلی عذاب کشیدی سارا، متاسفم. و تو هم خیلی زجر کشیدی. منم متاسفم. میخوای بیایی توی قهوه با هم بخوری؟ ببینم زحمتت نمیشه؟ نه اصلا. پس بریم تو. بریم. اسکار ببین برات کیک ذرتی آوردم، خودم درستشون کردم. امتحان کن، خیلی خوشمزن، بخور. ببین من هنوز نفهمیدم تو درباره چه موضوعی میخوای حرف بزنی. خب فقط میخوام باهات حرف بزنم. موضوع خاصی نیست، نه، ولی میتونیم در مورد هرچی که بخوای صحبت کنیم. مثلا تو چه چیزایی دوست داری اسکار؟ بهتره بگم که من میخوام همه چیزو بین خودمون درست کنم و اگه امکانش هست تو هم به هم فرصت بدی و همین کارو بکنی و یه شروع تازه‌ای داشته باشیم. ببین تو حالت خوبه؟ نکنه مریض شدی؟ میبینی چطوری هستی؟ حالا هم که من میخوام باهات خوب باشم جبهه گرفتی، چون تو... من چی؟ خب تو خیلی مردی. اوه جدی؟ خب باید چی کار کنم؟ باید دست پاچه بشم؟ نه خب بهتره میگفتم تو مرد خوبی هستی. بذار همینجا تمومش کنیم. تو با پدرم کاری داشتی؟ راستش یه کار ضروری. در مورد پول اسکار، چون اگه پول بخوای من میتونم بهت بدم. تو پول بدی؟ آره معلومه، با کمال میل. فقط بهم بگو چقدر و منم بهت میدم. در نهایت پول تو هم هست. خب میدونی چون تو شریک پدرم هستی و پدرم هم برای همین با تو رابطه داره. خب من نمیدونم تو چت شده ولی من نمیتونم. نه ببین جدی میگم اسکار، بس کن. من هیچ توضیحی ازت نمیخوام. اگه تو به پول احتیاج داری من سریع برات جورش میکنم. همه چیز خوبه؟ آره خیلی خوبه. مطمئنی؟ البته که مطمئنم. ببینم مطمئن دیگه. آره خیلی مطمئن. اسکار با من رو راست باش. ها؟ چی شد پاتیکو؟ خب اسکار راستشو بخوای من میدونم که من و تو ببخشید میشه بهت تو بگم؟ نه معذرت میخوام اسکار. من خیلی خودمونی دارم باهات برخورد میکنم. نه ببین بهتره اینطوری بگم که میدونم من از خودم تصویر بدی برات گذاشتم. آره خب حالا چه ربطی به این موضوع خیلی داره؟ ربط داره اسکار، چون تو حس عجیبی نسبت به من داری. راحت باش، با من حرف بزن. راستش نگران نباش و با من احساس غریبی نکن، باشه؟ نه من غریبی نمی کنم ولی تو خیلی عجیب اسکار، شدی. موضوع اینه که من میخوام از من خجالت نکشی. اگه پول بیشتری میخوای من میتونم بازم بهت بدم. نه همین واسم کافیه. نه جدی میگم خجالت نکش. جدی میگم بگو. هیچی، میگم خجالت نکش. بهم بگو، محکم بهم بگو، چون میتونی رو من حساب کنی. من بهت پولو میدم. چقدر احتیاج داری؟ نه باشه بس کن من دارم میرم پایین. نه باشه این خوبه، خدافظ. آره مطمئنم. خیلی خوب باشه. خب نه میخوای بری؟ خب چرا؟ نه اسکار نه بیا. من دارم میرم، بعدن میبینمت. از این عجیب ترم میشه؟ نه عجیب؟ منظورش از عجیب چیه؟ چی کار کنم؟ چی رو چی کار کنی؟ چی میگی؟ ببین پاتیکو، من میخوام روشن باهات صحبت کنم. خب. اگه با هنری رابطه ای داری که تو رو اینجوری عوض کرده باید به من توضیح بدی. همین الان برام توضیح بده. ولی چرا آخه؟ آقای مارکوس تو گفتی کارو یه روزه تموم میکنی، قال قضیه رو میکنی. آره میدونم، من اینو گفتم اسکار، میدونم من اینو گفتم. خب پس چی شد؟
ولی بعدش فهمیدم که مسئله از چیزی که فکر میکردم خیلی بدتره. چطور بدتره؟ یعنی میخوای بگی بیشتر طول میکشه؟ اگه من بخوام اساسی کار کنم این کار حالاها طول میکشه. ولی میدونی که این اتفاق اصلا نباید بیفته. به من چه؟ خب من چی کار کنم؟ ببین آقای مارکوس، ببین تو نمیفهمی. اگه این کارو به موقع تموم نکنی و زودتر تموم نشه اونا بلند میشن میان خونه من. نمیفهمی؟ و تو هم نمیخوای که اونا حالا بیان تو خونه خراب بشن مگه نه؟ نه اینطور نیست ولی خودت هم میدونی که بهتر این خانومای محترم سر خونه زندگی خودشون باشن. میفهمی که چی میگم؟ به هم کمک میکنی یا نه؟ من در خدمتم اسکار، میتونی رو من حساب کنی. راستشو بخوای نیرو کم میارم، باید یه نفر کمکی استخدام کنم که به هم کمک کنه وگرنه نمیتونم دیگه اسکار. چرا کمکی؟ هزینه‌اش خیلی میشه، خیلی سودجویی. خب پس چی کار کنم ها؟ خب نگران اون نباش، من خودم هستم، خودم کمکت میکنم. شنیدی؟ بذار ببینم، من باید ببینم که لوله ها رو برای این خانوما درست کردی. شنیدی؟ بیا اینم 70 تای دیگه. باشه. چی شد؟ بجام دیگه. میتونی رو من حساب کنی. من کی نامیده کردم هان؟ خب همه چیز خوبه؟ خب آی عزیزم، با این هوای شرجی چی میتونم بگم؟ اوه نه آلبرتو، الان تنها چیزی که احتیاج دارم اینه که تو یکی منو تحت فشار بذاری. ولی تو هیچ کدوم از سوالایی که ازت کردم و جواب ندادی. ولی میخوای چی بهت بگم؟ خودت که میدونی هنری پدر بچه‌های منه و من باید به خاطر این موضوع باهاش حرف بزنم، چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی. ولی فکر کنم یه چیز دیگه‌ای هم هست. یه چیز دیگه مثلا چی؟ خب این دقیقاً همون چیزیه که من میخوام بدونم. با هنری چیز دیگه‌ای هم داری؟ بس دیگه، تمومش کن آلبرتو. نه تمومش نمی‌کنم. من باید بدونم کجای این ماجرا هستم. پاتیکو، من و تو چی هستیم؟ چی؟ منظورت چیه؟ گفتم من و تو چی هستیم؟ خب من و تو دوست دختر و دوست پسریم. دیگه چی میخوای؟ خب میخوام بدونم کی با هم نامزد میکنیم. کی نامزد میکنیم؟ آره کی نامزد میکنیم. خیلی باحاله که دوست پسر دوست دختر باشیم و دست همو بگیریم و همدیگه رو ببوسیم، ولی نه برای دوتا آدم گنده مثل ما. نه. پس تو چی میخوای؟ یعنی چی که چی میخوام پاتیکو؟ خودت میدونی چی میخوام. ببین آلبرتو، ببین الان تو زندگی خیلی مشغله دارم. ببین من قبلا میخواستم ولی تو نمیخواستی، بعدش هم دیگه پدرم رسید و الان دیگه وقتش نیست. نه من الان حوصله‌شو ندارم. میدونی ما باید بعداً در موردش صحبت کنیم. فعلا نمیخوام چیزی بشنوم. نه ولی پاتیکو بابا بیا تکلیف منو روشن کن. اوه سلام خانم روکا، چطوری؟ وای ولی دوباره چی خریدی خدای من؟ خب خیلی چیزای عالمه خرید کردم. فکر کنم برای عروسی باشه نه؟ خب معلومه خانم روکا، آخه کی میتونه از همه این چیزای قشنگ برای مراسم عروسی چشم پوشی کنه ها؟ آره ولی تو داری خیلی پول واسه این عروسی هدر میکنی دختر. وای مشکل چیه؟ در ضمن آدم یه بار تو عمرش بیشتر عروسی نمیکنه. ولی من آدمای زیادی رو میشناسم که بیشتر از یه بار عروسی کردن. خب آره منم همینطور، ولی من میدونم که ازدواج من ابدیه، واسه همیشه. منظورمو میفهمید؟ ببینم نیکول، حالا که این حرفو میزنی میخوام حقیقتو بدونم، تو واقعا عاشق هنری هستی یا اینکه فقط میخوای ازدواج کنی درست مثل تو قصه ها؟ خانم روکا چطور میتونید همچین حرفی رو بزنید؟ معلومه که عاشق هنری ام. ولی اگه راستشو بخوای به نظر من ازدواج برات مهمتر از اونه. ولی چرا خودمو قاطی این موضوع میکنم ها؟ خانم روکا هنری چیزی گفته؟ نه بابا، فقط یه چیزی از دهنم پرید. باور کن منظور خاصی نداشتم. اتفاقی افتاده؟ بهت که گفتم به من ربطی نداره. بهتره برم غذا رو آماده کنم. معذرت میخوام. عشق من چه خوب شد اومدی. حالت چطوره؟ چه خبر؟ تو فقط میخوای بگی چه خبر؟ تازه رسیدی و نمیخوای به من یه بوسه بدی؟ بیا من میخوام همه چیزایی رو که خریدم نشونت بدم. نه نیکول صبر کن. چی شد عشق من؟ نه من باید اول یه چیزی رو بهت بگم. خب بگو، منو نگران کردی. چی شده؟ راستش نیکول میدونی من نمیخوام باهات ازدواج کنم. چی؟ اون یه پس
فطرت به تمام معناست. تا میدونی بیشتر از همه از چی پشیمونم؟ ما دوستای خوبی برای هم بودیم. آره نه، منم پشیمونم. ما واقعا دوستای خوبی بودیم و دوستیمون به خاطر اون پس فطرت دورو تموم شد. تا میدونم که کاری که ازت میخوام بکنی کار راحتی نیست، ولی فکر میکنی بتونی یه روزی منو به خاطر کاری که کردم ببخشی؟ اوه نه سارا، تو باید منو ببخشی. نه، من قبلا بخشیدمت و ما دوباره میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. آره چون ما طبیعتا قربانی اون احمق خودخواه شدیم، فقط همین. وای خدای من، ببین من از چه آدمی بچه دار شدم. شب بخیر اوبالدو. قربان حالتون چطوره؟ آقا ببخشید ولی اتفاقی افتاده؟ نه. خب آره، حالا که فکرشو میکنم میبینم نمیتونم برم بالا، نمیتونم برم پیش سارا و پیش تاتام همینطور. چه مصیبتی. نه آقا، پس ظاهرا جایی واسه موندن و خوابیدن ندارین، درسته قربان؟ نه اوبالدو، من با کمال میل سریعا واسهتون یه جای خواب درست میکنم که بخوابید و بعدنم بیدارتون میکنم. نگران نباشین، من نمیذارم اینطوری بمونی. نه اوبالدو، نه من بهتره برم تو ماشین یه جایی واسه خواب پیدا کنم. آره باشه. تا بعد. من که رفتم. آره ولی اون بچه که تقصیری نداره. نه میدونم سارا، ولی از موقع بارداریم تو موقعیت بدی هستم و حالا مثلا نمیدونم چی کار باید بکنم. آره میدونم، به خاطر کارت. نه آره، چون اون بی‌مسئولیت حالا برای هیچی پول نمیده، نه برای من نه برای بچه، و حالا مثلا نمیدونم چی کار باید بکنم. سارا گریه نکن، من تنهات نمیذارم. میدونی دوست برای همین مواقع است دیگه. تو دوست منی و من اجازه نمیدم که این بچه چیزی از دست بده. میگی سارا؟ جدا تو میخوای به من و بچه کمک کنی؟ معلومه که میکنم دوست من. من بچه تو رو مثل بچه خودم دوست دارم. اوه ممنون. چرا داری این کارو با من میکنی ها؟ نه نیکول، خواهش میکنم به من گوش کن. گوش کن، من دیگه به تو گوش نمیکنم، شنیدی؟ البته همیشه باید برای من این اتفاق بیفته، میدونستم اینجوری میشه، نمیدونم چرا بهت اطمینان کردم. نیکول بذار برات توضیح بدم. چرا برام توضیح بدی هندی که چرا این اتفاق برام افتاده؟ حتما به خاطر اینه که من بدترین زن دنیام، هیچکی منو دوست نداره، همه ازم متنفرن، نمیفهمی؟ نه نیکول، من میدونی چیه؟ من دیگه نمیخوام چیزی راجع به تو بدونم تا آخر عمر، فهمیدی هنری؟ اوه هنری نگران نباش دیگه، بدتر از این که نمیشه. خانم روکا، دیدی چی کار کرد؟ پس میخواستی بعد از حرفی که زدی چی کار کنه؟ نه خب حق با شماست، من نمیخواستم اینطوری بشه، اما خیلی بد شد. آره هنری من میفهمم، ولی زندگی همینه. بهتره که الان این اتفاق میافتاد تا اینکه همه عمرتو پشیمون باشی. منم باید همین کارو بکنم. بیا بخورش. چیه موریسیو؟ غذایی که درست کردم و دوست نداری؟ نه خانوم پاتیکو، این چه حرفیه میزنین؟ نه خوبه، غذا خوبه، ولی حالا که شما و آقای کروازیو پولدار شدید بد نیست دستتون یه خورده بیشتر تو جیبتون بره. میفهمیم که مثلا یه تخم مرغ اضافه روی برنج بذارید. آره خب راست میگی، پدرم پولدار شده، ولی میدونی چیه؟ این فضولیا به تو نیومده. نه نگران نباشید خانم پاتیکو، این فقط یه نظر بود، همینو بس. میدونین اصلا بهتره که همیشه غذای آدم اینجوری باشه، گوشت کمتر و سبزیجات بیشتر. آره فکر کنم اینطوری برای سلامتی آدم بهتر باشه. متوجه شدم. ولی خانم پاتیکو لطفاً عصبانی نشین. کی به تو گفته من عصبانیم؟ ببینید خانم پاتیکو، خواهشاً دوباره قاطی نکنین. اصلا بذارین یه چیز خیلی جالب
راجع به اسکار بهتون بگم که کلی بخندید. میدونین آخرین بار چی کار کرد اون دیوونه؟ خانم پاتیکو اوبالدو یعنی چی دیگه پولی نیست؟ خب خانوم فقط یه نفر هزینه‌شو پرداخت نکرده، اونم آقای اسکاره. ولی اوبالدو تو وظیفه داری که همه پولا رو جمع آوری کنی و بعدش اونا رو به من تحویل بدی، فهمیدی یا نه؟ بله خانوم. میخوام باهات حرف بزنم. روز بخیر خانوم، چه فرمایشی دارن؟ دیگه چی شده؟ زود باش، وقت ندارم. اسکار من دارم حسابا رو چک میکنم و یکی هنوز حسابشو صاف نکرده. انگار یادتون رفته که ما قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم. شما یه سری قبض به من دادین، منم ازشون هیچ سر در نیاوردم. من اصلا نمیفهمم که شما این همه پولو واسه چی میخواین. ببین آقا، من فوراً اون پولو لازم دارم و تو تنها کسی هستی که پرداختش نکردی. خیلی زود رد کن بیاد. واسه چی؟ که باهاش قمار کنی؟ آره قمار. پولای بی زبونو بگیری و با اون دوستات بشینی و با هم قمار بزنین ها؟ چی؟ داری میگی دزدم و پولا رو دارم واسه خودم خرج میکنم؟ خجالت بکش، منو با خودت مقایسه نکن. دیگه پرروییم یه حدی داره، تو دیگه شورشو در آوردی. زدت؟ خیلی زشت بود. ببینم. خب آره، ولی تو بهش تهمت زدی، واسه همینم اون ناراحت شد. خب واسه این که قضیه بوداره، من بهش شک دارم. بین خودمون بمونه، ولی منم میدونم اون دیگه داره خیلی پول میگیره. من مچشو میگیرم و حسابی ادبش میکنم. حالا میبینی. نیکول تو چیزی احتیاج داری؟ اوه خانم روکو، خیلی ازتون ممنونم، ولی میدونین الان به چی احتیاج دارم؟ کسی که منو خیلی دوست داشته باشه، چون الان دیگه از همه مردو خسته شدم. اوه عزیزم اینطوری نباش. ولی حقیقت داره خانم روکو، همیشه برام همین اتفاق میفته، همیشه. عزیزم ببخش که این حرفو میزنم، مخصوصا تو این موقعیت، ولی میدونی که من نمیتونم جلوی زبونمو بگیرم. چرا فکر نمی کنی که اشکال از خود توه؟ تو همیشه میخوای که عروسی کنی، دیگران که اینو نمیخوان. پس چی کار میخوایم بکنم ها؟ پس بی قید و بند باشم؟ نه، من میخوام که ازدواج کنم، من میخوام که بچه دار بشم، میخوام صاحب خونه و زندگی بشم، نمیخوام اینطوری بمونم خدا. ولی هنوز خیلی وقت داری نیکول، تو خیلی جوونی، هنوز وقت داری. بذار ببرمش، گفتم بذار ببرمش. خانم پاتیکو چرا اینطوری میکنین؟ حالا طرفدار اسکار شدین، شما که ازش متنفر بودین. آره خب، ولی فعلا که دارم ازش دفاع میکنم و اجازم نمیدم اینطوری در موردش صحبت بشه، مخصوصا جلوی من. ولی من که سر از کار شما در نمیارم. یعنی از این که بعدشو گفتم خوشحال نشدین؟ کی داره همینطوری از اسکار بد میگه؟ این مردک بدشو میگه، اون داره تو خونه من از اسکار بد میگه. نه ما اجازه نمیدیم که هیچ کس از اسکار بد بگه و دیگه هم احتیاج نداریم که اتاقمون اجاره بدیم. تو باید فردا صبح از اینجا بری. من آخه چرا؟ آخه چرا؟ مگه نشنیدی پدرم چی گفت؟ فردا صبح باید بری. وسایل تو بردار و شهرتو کم کن، چون ما دوست نداریم تو خونه ما چغلی بشه، مخصوصا اگه در مورد اسکار باشه، فهمیدی؟ چی در مورد اسکار؟ از اینجا برو. باشه فهمیدی؟ بله آقا. وسایل تو سریع از اتاق جمع کن همین الان. ولی پاتیکو نه نمیخوام دیگه ببینمت. در مورد اسکار بد میگه. ها؟ بی وجدان. قربان، امیدوارم از همه چیزم خوشتون بیاد. بله. آره خب، غذاهام، سلیقم و میز چیدنم. بله، و این سینه های مرغ و پنیر رو میگم. فهمیدم. بله. ونسا تو با پسرم آشنا شدی؟ نه،
هنوز ندیدمشون. ونسا یه درخواستی دارم. دستورالعمل غذاهاتو بگرد چون برای فردا دوباره دوستان میان و میخوام یه چیز خوبی درست کنیم. باشه. این سینه مرغ خوشمزه است. ببین کلارا، به جای اینکه فکر و ذکرت به ورق بازی که بهش معتاد شدی باشه، بهتره یکمم نگران خانواده‌ات باشی. چی؟ اعتیاد به ورق؟ چی داری میگی آلوارو؟ من تنها کاری که دارم میکنم اینه که خودمو با دوستان به وسیله این ورقا تو خونه سرگرم میکنم. تو چی میخوای؟ که برم کوچه و خیابون؟ ببین، هرچی تلفن آلواری تو رو میگیرم جواب نمیده. نگرانشم. هیچ مشکلی نیست. اولین باری نیست که اون بیرون مونده. در ضمن این خصلتو از خانواده تو گرفته، نه طرف من. و ژنش هم از خانواده تو گرفته. میشه این سینه مرغو بخوریم یا نه؟ ونسا، غذای من. چه خبر وازلین؟ ببین، دلخور نشو دیگه. من همیشه بهت گفتم، حالا یادت افتاده ناراحت چی؟ در ضمن واسه یه کار دیگه خبرت کردم. بگو ببینم چی کارم داری. ببینم نکنه میخوای پولاتو واسط تو اینترنت سرمایه گذاری کنم. همینو میخوای ها؟ نه کار دیگه ای باد دارم. آقای کرووازی خودش با پولم خوب داره کار میکنه. نه، با تو کار دیگه ای دارم. در مورد امور مالی ساختمونه که میخوام یه نگاهی بهش بدم. باشه، چی کار داری؟ خب چند وقته که من احساس میکنم که رئیس ساختمون داره پولای هزینه‌های ساختمونو برای خودش برمی‌داره یا اینکه یه بلایی داره سرشون میاره. نمیدونم، ولی اون داره اضافی پول میگیره. تو چی فکر میکنی؟ میخواستم حسابا رو چک کنی. میفهمی که البته اسکار، مشکلی نیست، ولی من صبح میتونم بیام چون بعد از ظهر باید برم یه ماشین مدل جدید 0 کیلومتر بگیرم. چی؟ داری ماشین تو عوض میکنی؟ آره اسکار، مگه چیه؟ اونم با یه ماشینی که لیاقتشو دارم. اوه باشه، ولی مواظب باش. آدم افراطی نباش. ولخرجی نکن. کی به کی داره میگه؟ خب فردا میبینیم. فردا اینجا باشه، مشکلی نیست. فردا که اومدم با هم صحبت میکنیم. فردا تو ساختمون میبینم. خدافظ.